تا حالا شده سردرد شدید بگیری، بری دکتر و کلی آزمایش بدی و آخرش دکتر بهت بگه که چیزی نیست، همش از اعصابه؟ یا شده قبل از یه امتحان یا مصاحبه کاری مهم یه دفعه دل درد بگیری یا حالت تعب پیدا بکنی؟ اگر هم این اتفاق برای خودت نیفتاده باشه، به احتمال خیلی زیاد یه داستان مشابه رو از زبون اقوام و یا دوستانت که این تجربه رو داشتن شنیدی. این تجربه های واقعیه و تلقین نیست. اینا نشونه یه حقیقت علمیه که به ما میگه ذهن ما و بدن ما دو تا چیز جدا از هم نیستن و یک مجموعه واحدن. سلام دوستان عزیز، امروز قراره در مورد یکی از جدیدترین و کاربردی ترین شاخه‌های روانشناسی یعنی روانشناسی سلامت صحبت بکنیم. شاخه‌ای از روانشناسی که مستقیم با سلامت جسم و روان ما کار داره. برای اینکه بفهمیم این رشته روانشناسی از کجا اومده، باید به حدود 75 سال قبل یعنی به دهه 1950 برگردیم. پزشکی پیشرفت‌های قابل توجهی کرده، آنتیبیوتیک‌ها، واکسن‌ها کشف شدن و به خوبی دارن استفاده میشن و بیماری‌های عفونی مثل آبله، سل، فلج اطفال که قبلا جون میلیون‌ها نفر رو می‌گرفتن یکی یکی تحت کنترل در اومدن و شکست خوردن. این یه پیروزی بزرگ برای علم پزشکی بود. در اون زمان پزشکا تمرکز اصلیشون روی جسم بیمارانشون بود و ذهن، روان، استرس، سبک زندگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت افراد تقریباً نادیده گرفته می شدن. اما جامعه علمی پزشکی متوجه شد که با اینکه بیماری‌های عفونی کنترل شدن، بیماری‌های دیگه‌ای مثل بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان، فشار خون، دیابت و خلاصه بیماری‌های مزمن دارن روز به روز بیشتر و بیشتر میشن، برخلاف بیماری‌های غیر مزمن مثل سرماخوردگی که فقط چند روزی اذیتمون میکنه و با استراحت و دارو خوب میشیم. بیماری‌های مزمن داستانشون فرق داره. این بیماری ها مدت طولانی با آدم میمونن و ممکنه ماه‌ها، سالها و یا حتی تا آخر عمر با آدم باشن. همینطور درمان قطعی ندارن، با قرص و دارو کاملا از بین نمیرن و دیگه اینکه باید مدیریتشون کرد تا فرد بتونه زندگی عادی و با کیفیتی داشته باشه. خلاصه اینکه بیماری های مزمن مثل یه همسفر دائمی هن که باید یاد بگیریم چطوری باهاشون کنار بیایم و مدیریتشون بکنیم. خب پزشکا می‌دیدن دو نفر با شرایط تقریبا یکسان، یکی توی 40 سالگی سکته قلبی میکنه و اون یکی تا 90 سالگی هم سالم زندگی میکنه. سوال این بود که چرا این تفاوت به وجود میاد؟ جواب این چرای بزرگ باعث به وجود اومدن یه تغییر بزرگ در دنیای علم سلامت شد. در دهه 1970 دانشمندا به این جمع‌بندی رسیدن که این قطعه گمشده معمای ما ذهن انسانه و اینطوری بود که روانشناسی سلامت به عنوان یک شاخه علمی جدید در روانشناسی متولد شد. روانشناسی سلامت به وجود اومد تا پل بزنه بین دنیای پزشکی و دنیای روانشناسی. اومد تا بگه که سلامت جسم ما فقط به ژن‌ها و میکروب‌ها ربط نداره، به افکار، احساسات و حتی روابط ما هم گره خورده. میشه گفت روانشناسی سلامت با معرفی یه مدل نسبتاً جامع‌تری برای توضیح وضعیت سلامت افراد کار خودش رو شروع کرد. به این مدل میگن مدل زیستی روانی اجتماعی یا بایوسایکوسوشیال. اتفاقاً درک درست این مدل تصویر روشن‌تری از عوامل مؤثر بر سلامت افراد به ما میده. این مدل میگه سلامت ما نتیجه تعامل 3 دسته عامل اصلیه. دسته اول عوامل زیستیه. این همون چیزیه که پزشکا به صورت سنتی بهش توجه میکنن، مثل ژنتیک ما، ویروس ها، باکتری ها، وضعیت کارکرد سیستم های بدنیمون مثل سیستم قلبی عروقی، سیستم عصبی، سیستم ایمنی و یا بیماری های ارثی و موضوعاتی از این دست. دسته دوم عوامل روانشناختیه، مثل باورهای ما که خیلی روی سلامت ما اثر دارن. مثلا
باورهای مثبتی مثل اینکه سلامتی من دست خودمه، یا مثلا تو هر شرایطی میتونم از خودم مراقبت بکنم، میتونم از دیگران کمک بگیرم، زندگی پر از فرصت برای بهتر شدنه، یا تغییرات کوچیک هم میتونه تاثیرات مثبتی روی سلامت من بذاره، باعث میشن آدما بیشتر مراقب خودشون باشن و امید داشته باشن. و از اون طرف باورهای منفی مثل اینکه هیچ وقت نمیتونم بهتر بشم یا اینکه درمان فایده‌ای نداره میتونن آدم رو ناامید بکنن و حتی باعث بشن بیمار پیگیر درمان یا مراقبت خودش نباشه. همینطور استرس هایی که تحمل میکنیم یا رفتارهای ارتقا دهنده سلامت مثل تغذیه سالم، ورزش منظم، خواب کافی، یا رفتارهای تهدید کننده سلامت مثل مصرف سیگار، مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر، تغذیه ناسالم یا کم تحرکی که روی سلامت ما اثر منفی بسیاری داره. دسته سوم هم عوامل اجتماعیه. اگه بخوام ساده توضیحش بدم باید بگم عوامل اجتماعی یعنی دنیای انسانی اطراف ما، مثل حمایت خانواده و دوستان، فرهنگ جامعهمون، وضعیت اقتصادی و شغلمون، سطح تحصیلات یا دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی و شرایط محل زندگی. خب مدل زیستی روانی اجتماعی جعبه ابزار و نقشه راه اصلی برای یک روانشناس سلامت. این مدل نشون میده که برای کمک به سلامت یه فرد دیگه نمیتونیم فقط به جسمش یعنی عوامل زیستی توجه بکنیم و فقط بهش دارو بدیم، بلکه باید به اینکه توی ذهنش چی میگذره یعنی عوامل روانشناختی و اینکه در چه محیطی زندگی میکنه و چه نوع روابطی با دیگران داره یعنی عوامل اجتماعی هم توجه بکنیم. و دقیقا همینجاست که میتونیم به این سوال جواب بدیم که یه روانشناس سلامت دقیقا چی کار میکنه. روانشناسای سلامت با استفاده از مدلی که توضیح دادم یعنی مدل بایوسایکوسوشیال به عنوان یه نقشه راه علل چند وجهی یک مسئله مرتبط با سلامت رو تحلیل و ریشه یابی میکنن و بعد بر اساس این تشخیص دقیق راهکارهایی رو طراحی میکنن که نه فقط به بهبود سلامت یه نفر بلکه به ارتقاء سلامت کل جامعه کمک میکنه. روانشناسای سلامت به آدم‌ها کمک میکنن عادتهای ناسالم مثل مصرف سیگار رو ترک بکنند و عادتهای سالم مثل ورزش کردن رو تقویت میکنند. روانشناسای سلامت به بیمارانی که با بیماری‌های سخت مثل سرطان دست و پنجه نرم میکنن کمک میکنن روحیه و کیفیت زندگیشون رو حفظ بکنن. اونا توی بیمارستان‌ها به پزشکا کمک میکنن تا با بیمارانشون بهتر ارتباط برقرار بکنن و کمپین‌های بزرگ اجتماعی برای ترویج سبک زندگی سالم طراحی میکنن. پس اگر بخوام کل این 10 دقیقه رو توی چند جمله خلاصه بکنم باید بگم که روانشناسی سلامت یه شاخه نسبتاً جدید از علم روانشناسیه که میگه ذهن و بدن ما جدا از هم نیستن. سلامتی ما فقط دست پزشکا و داروها نیست بلکه خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر کنیم به افکار، احساسات، رفتارها و روابط اجتماعی ما هم بستگی داره. اینکه مراقبت از سلامت روانمون یه کار لوکس و فانتزی نیست، یه ضرورت حیاتی برای داشتن یک جسم سالمه. خلاصه این که ما ناخدای کشتی سلامت خودمونیم. ما این قدرت رو داریم که با تغییر در افکار و رفتارمون مسیر این کشتی رو به سمت یک زندگی سالمتر و شادتر هدایت بکنیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود لطفاً با لایک کردن از ما حمایت بکنید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید. خب خوشحال میشم که توی کامنت ها برام بنویسید که نظرتون در مورد روانشناسی سلامت چیه و یا به طور کلی دوست دارید در مورد چه موضوعاتی در این کانال صحبت بکنیم. بی‌صبرانه منتظر خوندن
نظرات شما هستم. ممنونم که وقتتون رو به من دادید. تا ویدیو بعدی مراقب سلامتی خودتون باشید. خدا نگهدار.